بچه‌ها چطورین؟ دستو بردار. آفتاب داره کورم. اب نداره. بچه‌ها چطورین؟ نمیتونم چشام باز کنم. قرمزی فقط با دارم. چشای بس. اومدیم جنگل آتیش کنیم، بعد کباب آتیش اومده آتیش بسوزونه جنگل، بعد کباب می‌خوایم بکنیم. جاتون خیلی خالی. آره. به 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 به. این منظره زیبا. قایق می‌خوام. اونا دارن قایق سواری بیاد منو میکنن. ببره قایق سواری. جا عوض. کونه محسنه. آی آی آی. بچه ها قشنگ براتون بگیم. اوی اوی. آی محسن. خیلی درد داره. الهی بمیرم. برو برو. کجا خورد؟ ماسنه من از سنگ فکر کنم خودش. تو محسن در سنگ مار من. خب بچه ها اومدیم یه صبحونه مشتی بخوریم آتیش بسوزونیم. اینا رو من گفتم یه چیز جدید بگو. در اینکه یه دوربین تهیه کردم بالاخره با 1000 زحمت و فراوونی، ولی میکروفون هنوز مونده. نور شاید خیلی بد باشه به خاطر اینکه خب اینجا طبیعت چیز نوری و اینا هم ندارم. به بزرگی خودتون ببخشید. مهم اینه که ما دوتا رو ببینید. الان میخوایم بریم چوب جمع کنیم، این گوشه آتیش رو بپا کنیم. این گوشه بچه‌ها این یکی این آتیش درست کردن تو جنگل تو هوای پاییزی یکی از همیشه خواسته های دل من بود که هیچ موقع اجراش نکردم، ولی امسال دیگه دارم اجراش میکنم. لیتس گو. به بچه ویوی کارا. منقل رو گرفته بودم متاسفانه. مهتر منقل چیه؟ روی زمین آتیش میکنه آره که آدم. ماسن من داغون میشه. آره خب ما چوب جمع کنیم. برو چوب جمع کن. این چوبا از اینا هم اوکیه یا نه؟ پایین نه فکر نمیکنم. نه فارسیشو بگو. کاج عزیزم. بله اینا چی؟ اونا خوبه. اینا خودش هستن. برگم خوبه؟ آره دیگه نیست. بچه اولین تجربه بدون زغالمونه، برای همین داریم میپرسیم. همیشه زغال. کار اون چوبه خوبه. اون خیلی نیست؟ نه میشکنیمش با پا. آره. ببین با چقدر من پا زرنگم. میشکنی؟ بله من زن موزان و کوکوشیبو هم چی فکر کردی؟ یکم نم داره آخر. خب این نم داره هیچی. وایسا ببینم. دست بزن من این با بگیر دست تو. کشم. تو اینو بگیر. من دستام کثیفه. دستات گوهیه. بذار زمین. گوهی؟ زمین. نمشو ببین عزیز من. نم خاصی نداره. نم داره. این نمه. عزیزم اون اصلیه نه این دوتا تیکش. خب من چوب زیاده. خوشتا نخور. چیزی که فراوونه تو سوی چوب. بچه اینجا محل ماهیگیری هم هستش. پول میدی ماهیگیری میکنی. بعد پول بدی ولی بدون پول نمیشه. یعنی ماهی که تو دریاچه ول هستش نعمت خدا بعد پول بدی براش. آره من ماهی اگه گیرمون نیومد دیگه نیومد دیگه. انقدر بشین تا بیاد. نه با انقدر زیاده که همینجور نگاه کنی تو دریاچه رو پر ماهیه دیگه. یول بودن خود طرف اگه گیرت نیاد. از اون قارچا. کو ماریو. کو برام به بچه ها از این قارچایی که تیز میزنن میرن هوا. این قارچ چیزه؟ تو سوئد خیلی قارچ هست بچه. چه خوشگله. حالا اونم قارچ ماریوه. بچه قارچ ماریو سم اسید درست کنیم بخوریمش؟ بخوریم بمیریم. چی میشیم؟ میمیریم یا میریم؟ اونم قارچه اون سفیده گندهه. بیادبا لیوان انداخته. بی‌تربیت. یا میریم تو فضا؟ نه میریم تو فضا میترکیم. فضا خوبه دیگه. میترکیم. کارا چی میندازی رو سر من؟ بیا فعلا بریم با هم شروع کنیم. یه تخم مرغ انقدر چوب نمیخواد. تخم مرغ با هم میخوای بهم بدی؟ این همه دقیقا این قارچه رو میچیدی قارچ و تخم مرغ بهم میدادی. بچه‌ها براتون میخوام امروز برقصم. چه رقصی. علی نصر من الله ای قدرت شیشه. این گوشه بکنیم یا این؟ نه همین گوشه که کنجه این ور که گیاهه. حداقل باد اونجا
چیزه مهار میشه. رابرت من این سنگو دوست ندارم. گوتو میانده رابرت. گوتو میانده. سیخ هرچی آوردی؟ سیخا توش بود ایزن. این وسیله بیرونه. کجا پنگ کنم؟ پنگو بشینیم دیگه. اینجا اشتا که فاصله. گوتو میانده. رابرت من این سنگو دوست ندارم. رابرت گوتم با خودت بیار. رابرت داره براتون آتیش درست میکنه بچه‌ها. ببینیم چیکار. مارکوس عزیزم اونو بریز بعدن دستکشتو درار آتیش کن. باشه عزیزم واستا. زغاله رو میریزه روش. به به به. تخم مرغی میخواد بده بهمون. تخم مرغ و سوجوک عزیزم. اوه سوسیس سوجوک هم داریم. صبونه بدم عشق کنی. کارا گوتو میانده. من این سنگو دوست ندارم. از صبح منتظر بودم بیایم فقط همینو بهت بگم دهنتو سرویس کنم. من این سنگو دوست ندارم رابرت. گرفتی قشنگ؟ داره میگیره دیگه. هنرمندانه گرفتی یا داره میگیره؟ نه دیگه همه زوایا رو گرفتم دیگه. هنرمندانه غیر هنرمندانش بیا هنرمندانه نکن. رابرت کبریت چی بود اصلا؟ کبریت یا کبریتی بود تیران؟ این ایروپه. ایروپ بیا با آتش. عزیزم میترسم. یکم بیا نزدیک. آتیشم نزنی. تو خودت آتیشی کارا. بسم الله. خب اتم تا اول رید. فندک نمی‌ری؟ نه من سیگار میکشم. دومی هم نرید. نرید بچه نرید. دومی انجام شد. بچه خیلی چوب داریم میدونی اونو وردار از اونجا رابرت با اون. نترس. به مایتابه رو بچه به که آتیشی شد. رابرت علی نصر من الله ای قدرت شیشه ای قدرت تریاک سنی باشلات من. یه دونه رقصشو برو. یکم ازت بگیرم. یه دونه رقصشو من میرم. بذار اینو بذاریم اینجا. بذاریم مثلا دوتامون با هم بریم. واضحی میافتیم. آره میافتیم. بریم. 3 2 ببین باستنگ عقبا. اچه باستن عقب برای این رقص به این شکل. دست کرد. شام گلمدیش من های تا راه یا تا رابرت آتیش خاموش شد بچه‌ها. چه بادی میزنه این بازیکن. بزن خوب داری میزنی. هواش خوبه دله رابرت. عالیه به خدا. جانم به این هوای پاییزی. هوا مواده. چه بادی میزنه این بازیکن. بزن بچه ها استند و اینا نداریم مجبوریم هی نوبتی هستن دیگه. ولی موقع غذا خوردن از جفتمون میبینید دیگه. رابرت آدم بچه ها آدم. اون آتیش زار رو بده. بچه ها آتیش زار میخواد. بیا رابرت کمک میخوای؟ رابرت مراقب باشه. چقدر میترسی؟ تو کفش مفشات نریزی. اوه رابرت من بچه خونگی ام. از من چه توقعی داری؟ سریع بیام آشپزی رو چیز کنم تا آتیشمون. رابرت بگو کمک کنم چیا بهت بدم. رابرت جان رابرت دستمو کثیف کردی. وا اینها بیا دستمال مرطوب. الان آتیش نمیگیرم. رابرت بازش میکنی؟ بابا یه دقیقه دوربینو بذار اونجا. رابرت بچه ها در حال فیکس کردنش. رابرت روغن آوردی؟ سوجوک خودش خیلی روغن داره. رابرت درست کن. رابرت با یه عالمه چوب. از اونا یاد بگیر. داغ بشه. داری از من میگیری؟ بچه ها
چاقو هم نداریم. بذار من باز کنم. رابرت اینو بگیر. از من بگیر. بیا. بگیر. نگاه کن سریع هم یه دونه برداشت بخوره. دود 3 تاست. داغه؟ آره. داغ نیست. دست می‌زنم. آتیش نداریم فکر کنم فقط دود داریم. نه دودی میشه بابا. پنیرم آوردم و بذار این الان رابرت دیگه بس دیگه آش نمیپزی که این هم میخوای تخم مرغ بزنی روش رابرت. واستا کار دارم. رابرت ببین با کی اومدیم ما هیچ کمکی نمی خدا دارم فیلم میگیرم برات رابرت. پاشو الان میخوای بترسی. چرا برمیداری اونو میخوری؟ اصلا آتیش نیست. از دست الی. به من چه؟ از بس خود ترسیدی؟ بده من این نزدیک آتیش. این فکر کنم چوبمون کم بود. نه تو بکن. کارتو بکن. خب الان دیگه باید درست کنیم سریع قبل اینکه آتیش خاموش بشه. رابرت چقدر قشنگه. رابرت نمیتونی دوربینو بکاری هی باد بدی؟ چرا؟ دمت گرم. نوکرم. گنگ رابرت. واسه خوشگلی. به چه بانویی. بیا رابرت رو بردار اینا رو بزن کنن یه بار دیگه از اول آتیشو بعد بدم خودم این دفعه. برو اون بر یه ذره داره میپزه ولی آره ولی هزار درستش. اون چوب خونمون سوخت. قاشق چوبیمون. خب هیچی نمیشه. بده من کبریتو بزنم. ای میترسی. نه یه دقیقه صبر کن دیگه ترسام ریخته. یا امام رضا خودت پناهمون ده. بذار این چوبه بگیره یه ذره. چه حسی داری؟ حس رابرت. اونور سیاهی بره. حس رابرت دارم. این سنگو دوست نداره مارکوس اینو بگیر. نترس. برو کنار. نه اصلا الی باید دست به کار شه. آره الی باید دست به کار شه. خدای نگاه چه چوبایی پیدا کردم. من سریع میپزم. بپزم. میگم این سوجوکه چرا مزه سوجوک نمیده؟ چرا دیگه پخت سوجوکه سوخت بیچاره. آمادش کن کارا. نه مزه سوجوکای ترکیه رو نمیده. چون ترکی نیست حتما. کارا همه سوجوکا رو داری میریزی تو یه مایتابه تو 2 بار حداقل درست کن. کارا داره کارای رابرتی میکنه. اصلا دوست ندارم. یکم ساکت باش الی جان. چشم. ببخشید که یه مایتابه چست داره. صدا شیش. کار رابرتی داری میکنی یا کارش؟ شاید شکلش خوب نشه ولی در آخر مزهش خوبه چون رو دوده میدونی؟ رابرت چاقوت نسوزه بده من. چیکار داری میکنی کار خانم؟ پنیر موزارلا.
هنر کارا، هنرمند. یکیشو بزن دهن من. همش کلا دوتا بود. آقا کم آمونی یزید. این همه پیاده روی من آوردی تو جنگل، انقدر غذا بهمه همشو من میخورم. رابرت نکن دیگه کثافت کنی. از تو چوب میخواد برمه بریزی تو حلقه. بچه ها رابرت داره تخم مرغا رو حفظ میکنه. 2 تا تخم مرغ آورده، این همه ما رو راه برده. خوبه شل دوست دارم. از خودمونم بگی یه ذره، از من بگی. دارم چه گندی حست چیه رابرت؟ حسم خیلی خوبه، چون اولین باره دارم رو آتیش اینجوری، نه جوجه و اینا نیست، میدونی؟ آره بیا بریم. کارو بذار تا شل باشه دیگه. خیلی خوب، بذار پنیرش آب بشه. پنیر مگه موزارلا آب میشه یزید؟ یعنی اینجوری بخوری؟ آره دیگه یزید آب نمیشه که موزارلا. به به رابرت هیچی نیوردی دیگه روی این آتیش بذاریم. نونو بذار وسط که بذاریم روی. خب واسه وایسین بچه، کارهای رابرتی میخوام بکنم براتون. چیه؟ از مورچه هم حالا میترسه. هوا خوبه برات؟ آره رابرت دستشو خب این دوربین کجه دیگه کجه دیگه. آره بعد چیز کنیم یکم میری درستش کنی. ببخشید برو صافترش کنی میتونی. ای گذاشت یه آب خوش از گلوی ما بره پایین. ما میخوایم ولاگ بگیریم، نمیشه که فیلم کج بذاریم. اوی کام دوباره اونجوری شد. مال منم شد. کار نیا این تارگت، فقط آسیب داریم میزنیم. سلامتی به بچه‌ها. خودمون. بچه من میخوام اینو تست کنم. به چه چایی. منم میخوام تست کنم. نه تو جاتون خالی بچه‌ها، خیلی جاتون خالی. کاش بودین با هم دیگه کنار هم، ولی خب نیستین. ما میخوریم بچه‌ها نشون بدم. رو آتیشی، ببینیم چی جوری شد. جاتون خالی بچه‌ها. خوبه؟ نمک داره؟ اوه پنیر رو بیا دارم بخور. جاتون خالی؟ رابرت با تو میانده خوشمزدگیش. خوبه. هم فلفل نداره ولی خیلی حال میده ها. آره. من خوشم اومد. کم کم وسیله بگیریم بیایم اگه بچه‌ها دوست داشتن. خوشم اومد. همیشه میدونین یکی از آرزوام اینه که کمپ کنم همیشه. وای منم خیلی دوست دارم. بعد وسیله، خب وسیله میخواد آره. دیگه. مثلا این مایتابه الان انقدر کوچیک بود، هر نصف تخم مرغا اینجوری شد. ولی یکی از آرزوام اینه. بعد امسال ما تو پاییز این هوا رو داریم. هر سال پدرمون در میومد از سرما. چه دارم حال میکنن، ما رو میبینن میخوریم. چون ما میخوریم بچه ها حال میکنن. والا من یکی بشینه، یه یوتیوبری که دوستش دارم بشینه ما رو بشینه بخوره، لذت میبرم. آره. احساس میکنم با خودش رفتم بیرون. به خدا رابرت آی خدایا. رابرت اینا دارن داشاق بازی میکنن. اوه یامی با تو میاندی بچه ها. جاتون خیلی خالی بود تو این فضا. دوستتون داریم. تا ولاگای دیگه. خداحافظ.